راز دخترا بچه ها میخواین که بفهمین که دخترا ده چی خوش میشه. ما براتون رازش امروز میگم. او یادم رفت بگم دخترا سفر بالا کش کن مربوط شما نمیشه. بچه ها اگر میخواین نامزادتان، خانمتان، همسر آینده تان، دوست دختر، هر چیزی که هست از طبقه اوناست، اگر میخواین خوشحال باشه از این چیزایی که میگم استفاده کنین. کلش تجربه است. نمبر اول چی میکنین؟ وقت میتین به خانمتان، به نامزادتان. هیچ وقت نگین من از کار آمده مونده استم زلاستم نمیتونم. نه، وقت بیشی کتش گپ بزن، قصه کو. برو پیشش، برو دیدنش، برو با بیرو ببر، نان بخو کتش، چای بخو، او بخو، قصه کو. که دخترای مردم خیلی قصه میکنه چه با بیتر بیا کت. خانم خود نمیتونه قصه کده هیچ قرنده قبر غید بزنه. نمبر دو، اگر نامزادتان خانمتان ازتان پیسه خواست، گفت به من یک 50 روپه بده، مثلا 50 روپه، برش 50 روپه نته، برش 500 بده. 500 میفهمید چرا؟ اگر زیادتر پیسه داری برش یک بندل بده، بگو برو خرج کو، برو کت خرچی کو. میفهمید چرا؟ دخترها آرایش خریدنی داره، کالا خریدنی داره. در یک دکان که در آمد اگه اینی را کار داشته باشه خریدن، میره اینه قدر میخره، خرید میکنه، هر چیزی که ببینه خوششان میه. ما مردا بر چی هستیم؟ برای میستیم که خروری زامت بکشیم کار کنیم، خانمای ما عیش نوش کنه. خود دیگه چارام نداریم، مگه زندگی سرتان حرام است. نمبر سه، اخلاق خوش، اخلاق خوب، اخلاق نیکو. ما میفهم که مانده از ذلت تکه تکه از کار میایین یا از درس می نظر جمعین نت تو می باشه پیشانیتان، یک دفعه نت کنین سلام عزیزم خوب هستی جانک جور، که یک اخلاق خوب کتشان گپ بزنین، خوشحال میسازیشان. نمبر 4، غیرت بیجای. ایج و غیرت بیجای نکو. غیرت دی نیست که تو سر خانمت صدا کنی، سر خانمت چیغ بزنی، سر خانمت دست بالا کنی. غیرت دی است که میخوای که مثل یک کنگ زندگی کنی. کنگ خود یک کوچه در زمین خود زندگی نمیکنه، به خود یک قصر می داشته باشه. به خود یک قصر جور کو، خودت کنگ باش و وام کوینت. نمبر 5، از کلش کده مهم است، مثل کواری در پشت سر خانمت یا نامزادت استاد شو. در پیش روی بیگانه ایج و خیلیش نکو. ایج و هر چی گفت اوکی بگو، هر چی گفت ازش حمایت کو، اوکی بگو، خوب بگو. در پشت سرش مثل کوار استاد شو. ایج وقت نکو که در یک جای، در یک محفل، در یک جای ششتی خیله کنی در بین 4 نفر. نه، اگر گفت شیر سیاس سیاس. اگر این کارا رو نمی کنی بیادر یک زندگی در رام است. اونمو شیرین گل پرسوز دیگه پاس کتت کار داره.